سلام عشقای من، امروز اومدیم با هم ببینیم کلی ریت 99 بزنیم و ببینیم چی میشه. اولین 1085 میزنیم که الان 7 گرفتم. این اکانت اولمه، بعد میرم اکانت بعدی. اولشو بزنم یا نه پکای دیگه هم گرفتم اون بغلش بود. اولی توتمه ام دیگه بابا خانم اولش با فوتیس شروع نکنیم اشکال نداره، ولی آخرش با فوتیس تمام. حالا رولفو واه بچه پرش بود 97 و 95. خب بچه دومی رو میزنیم. چیکس دیگه دارم. فوتیس رو بزنیم. فوتیس سینیه مرسی. نیست چی میده؟ چی؟ نمیدونم که این بارش 97 میدونم. پشتش شوامنیه که بابا 97 خوبه، ولی آخرین بازی بچه خودتون میدونید این در روز آخر شوامنی هم داشتم. در روز آخر 3 روز آخر دیگه هیچ مهم نیست اصلا هرچی بده، چون 99 پر تیمای هم هست. مهم اینه که 99 بده، 97 در نمیده. بعدی توت آلیسون 98 شد بنازم. خب بچه بعدی دوباره توتف استی امباپس من بوندسلیگاه. یه لحظه فکر کردم امباپس سرخ کردم. چیزه اولیسس پشتش. خب بچه بعدی سریع پر انرژی میزنم اینو که یه چیز خیلی خفن بده. بابا چرا همش توت نمی نداره. میرم پکای دیگه هم میزنم. فوتیز بده یه دونه به ما اینقدر، یعنی بعد چه بسیم فوتیز نمیده یه دونه هم. رشفورد رایس بره بچه این یکی رو میخوام با موس بزنم. من یه ویدیو هم میخوام بزنم بچه اینه که با وسایل خونه تست کنم، اونم حتما نمیکنم. آیکون چیکه خانومه؟ آره خانومه. چی؟ من خانومه رو نمیشتم زیاد. و بچه آخری با دماغ میزنم. بعد تونیم پکیج دیگه فوتیز بده یه دونه فوتیز لالیگا چه حداقل یه روانی بده، یه رش چیزی بده بچه. ها مقال برده اینا نه بریم 3 تا 50 پلی پیک دارم بچه ها. امیدوارم توی این فوتیز بدم 50 تا من نمیدونم تو رو اول فصل کسی میدونه چرا اینقدر داره به من توت میده. آیکون میدونم پشتش بچه میدونی پک های خوبی هم. خب چیزی که مثلا دادی تو بهتون پس میدم. اون 99 که میخوای نمیده. فوتیز آردبلیو برزیل آیکون بچهش آیکون فوتیزه پشتش خانون 97. خب بچه بعدیش نمیدونم 4 تا 28 دارم. اینو بک تو بک داره متخلف میده. آقا جان مادره دوست میکنم. یه فوتیز نمونم باز توت افتاد. یه چه خفن جمال خب بچه جمال گرفتیم اونو. اینو یه اینطوری میکنم میزن با ایکس. خب بعدی توت فباس CDM اسپانیا انگلیس سیتی
چیزه آره راستی خدا وکیلی درستمو در میانه یه دونه 90 یه فوتیز بوده چرا همش داد البی پارسا زن گومزو بازداد خواهچه اومدم بزنم اینا رو رفتم گرفتم با چه بدبختی اینا رو یه دونه پایین دو تا بالا این اینا بچه ها 5 تا بالای 97 بالا اینا باید کنم چرا این وریه سالی با قرآن یه دونه 99 بده جان مادرت بنازم کورتوا 98 اینو بهش کسی بود اولین نفری که این ویدیو رو دید کی بود؟ تو کامنت ها بگید 97 کورتوا اینو میگم همش خودش باز کنه رید یعنی ها این در ببخشید اسمشه چی کنم خب بچه ها این بودن این پک هایی که زدیم دمتون گرم تا اینجا ویدیو رو کردید امیدوارم برام پرتون باشم بوستتون و اگه باز هم از اینجور ویدیو دوست داشتید کامنت بذارید که بذارم و اینو که بهتون بگم من توی ویدیو بعدی بچه ها میخوام خب با اسم شما پک باز کنم توی کامنت ها اسمتون رو بنویسید مثلا اسم من محمده اسم من علیه حالا هر چی که هست اسم من محمد بعد میام اینجا با اسم شما پک میزنم مثل گردونه زدنی کالاپه اسمتون رو بنویسید با اسمتون براتون پک میزنم اگه دوست داشتید دمتون گرم خداحافظ